من اعتقاد دارم قطر بسیار تیم خطرناکیه. اگر بازی با ازبکستانش رو دوباره بشینیم نگاه کنیم آی ساکت، اونا تیمی هستن که خیلی خوب از عقب بازی سازی میکنن و برعکس قطر سالهای گذشته تیم کاملا فیزیکی هستن. یعنی تو درگیری‌های فیزیکی مقابل تیمی مثل ازبکستان که بسیار تو درگیری‌های فیزیکی قویه به خاطر شکل ژنشون و اینی که جزء کشورهای شوروی سابقا تو درگیری‌ها توی ضربات سر فوق‌العاده بودن. قطری‌ها یه دونه پا پس نکشیدن با ازبک‌ها و از همه مهمتر آقای ساکت هم بهش اشاره کرد، اون اکرم عفیفی عجیب غریب سرعت داره، هم با توپ هم بدون توپ. پسر معز علی خیلی خوب بدن میذاره میپره. یعنی اینی که ما بگیم، من خودم اعتقاد داشتم که الانم اعتقاد دارم ازبک بهتر از سخت‌تر از قطر بود اگه به ما میخورد. قطر تیم ساده‌تری از ازبکه ولی تیم بسیار خوبی هستن. تیم این اصلا من تو جام تورنمنت اردن ایران و قطر با هم بازی کردن، فینال من با همراه تیم ملی بودم، کنار بچه‌ها بودم. قطر تو دقیقه 60 با کیروش فقط کار دفاعی میکردن. الان تیم کلا اصلا شکل فوتبالش، یعنی اکرم عفیفی اینا صداشون در اومده بود که کیروش از ما میخواد فقط بیایم عقب و عقب دفاع کنیم. اکرم عفیف، الهیدوس، اکثر بازیکناشون. ولی الان اصلا شکل بازیشون عوض شده، نوع فوتبالشون عوض شده. دو تا دفاع راست و دفاع چپ رونده پیدا کردن، میرن تو حمله، میان. خود اکرم عفیفه بازیکن آزاد تو همه فضاها بازی میکنه و بازیکنی که تکنیک داره. به نظر من ایراد دارن، همه تیم ها ایراد دارن. همه تیم ها توی جریان مسابقه نشون دادن، مسابقات نشون دادن که ایران ایراد دارن، ژاپن، کره، همه تیم ها. ولی من اعتقاد دارم که اگر ما 1% این تیم رو فکر کنیم که راحت میبریم، به نظر من داریم اشتباه میکنیم. این تیم بسیار تیم قدرتمندیه. داورات طبیعتاً داورهای بازی طرف این تیمن تا ما 50-50 رو به نفع ما نخواهند زد و اینی که اونا تماشاچیاشون هم دارن، فشار تماشاچی هم رو ما. البته درسته که ایرانیام خیلی‌ها میرن ولی باز هم استادیوم دست قطریاست چون اونجا داریم بازی میکنیم. من اعتقاد دارم بازی سختیه. غیر از این